این فقره واقعا بسیار تکان دهنده هستش. آیا در گذشته این فقره وجود داشت؟ بله وجود داشت، اما این یکثره نه. در آن روزگار یکثر طلاق زیاد میشه. طلاق در گذشته بود اما بسیار نادر بود. گذشته یعنی کی؟ صدر اسلام رو که نمیگم که 500 سال پیش نمیگم، در همین دهه 60 دهه 70 بگید در دوره وری شما چند نفر طلاق گرفتن لطفاً. در فامیلتون تا جایی که ذهنتون کشش داره، افراد دور حتی چندین نفر سراغ دارید تو دهه 60 تا 70 طلاق گرفتن؟ بفرمایید. حالا بفرمایید در عصر حاضر تو این دهه 90 سال 1400 به این طرف تو دوروریاتون آشناهاتون چند نفر سراغ دارید؟ هر چی سراغ دارید مال همین اواخره که طلاق گرفتن. ما در آخر الزمانیم. چرا؟ چون مانند این فقره زیاده که فهمودن نشانه نزدیکی ظهور امام زمان اینه که طلاق یکثر زیاد میشه و طلاق فقط در عصر ما زیاد شده. در عصر ما نه، یعنی در این 40-50 سال اخیر، خیلی در همین چند سال اخیر.